با عرض سلام و ادب بازم ما مهمانی کاشانه های شما هستیم. در این ویدیو عزیزان ما با شما آماده کردن خمیر پیتزا رو نشان میدیم. با ما باشید. میریم با آماده کردن خمیر پیتزا. تقریبا 300 میلی گرم آب گرم و یک قاشق کلان نمک، یک دانه تخم، بازم تقریبا یک قاشق میده خمتروش و یک 100 گرم شیر. همه اینها رو به هم میزنیم، خوب به هم میزنیم تا که هضم شود. دوستان عزیز، در پیتزا چیزی مهمترین فقط خمیرش است. اگر خمیر خوب بیاید البته پیتزای شما خیلی خوشمزه میاد. واقعا این چیزی که من درست کردم، من خودم قبلا کار میکردم، این رسیپ رو، این دستور عمل رو از اون جایی که کار میکردم یعنی با خودم حفظ کرده بودم، بعد با شما الان توصیه میدیم. یعنی خیلی دستور عملی قیمت است. اگر شما در خانه میتونید اینو درست کنید و پیتزاهای خیلی خوشمزه میتونید که تناول کنید و نوش جان کنید. ما تقریبا 1 کیلو آرد را چینه کردیم، یعنی تقریبا 1 کیلو آرد، حجم به اندازه 1 کیلو آرد. شما اگر بیشتر کنید باید که اندازهش رو خودتون ببینید. یعنی خمیر کردن یک چیز معمولی است که همه شما میدونید و خمیر میکنیم. و اینجا چرا من بازم دوباره شیر ریختم؟ به خاطر شیر بازم دوباره آب، یعنی 50 میلی گرم. یعنی من در اول گفته بودم که مثلا 300 میلی گرم یعنی آب، یعنی اینم در همون داخل میشه و شما میتونید که با یک بار در اول بریزید. من که خیلی وقت شد نکرده بودم خمیر رو، برای همین خاطر حجمش رو خوب نگرفته بودم، به همین خاطر کم کم دوباره آب رو اضافه کردم. الکی خمیر ما آماده شد. ببینید که چقدر خمیر نرم است. باید خمیر نرم بیاد. وقتی خمیر نرم آمد البته پیتزای شما هم خوب میاد. انا همین طور کوگل میکنیم. تقریبا به اندازه 200 میلی گرم هر کوگل ما باید باشد. کلوله میکنیم و در داخل یخچال میگذاریم، یعنی یخدان. و هم دهانی خمیر رو میپوشانیم. به همگو معلوم است که اگر خمیر رو در بیرون بذاریم زودتر آماده می شود. یعنی این خمیر تقریبا بعدی من یک روز بعد من این خمیر رو گرفتم، برای خاطر که من کار رفته بودم نتونستم اون زمان گرفته، یعنی خمیر رو به شما نشان بدم. این بود خمیر ما، خمیر پیتزا. میتونید این خمیر آماده است. به خاطر که ویدیو دراز نشود ما باشیم ویدیو رو کوتاه کردیم و تنها خواستیم که خمیر پیتزا رو به شما توصیه بدهیم. دوستان عزیز، البته لایک و پیتزا رو فراموش نکنید. این برای ما خیلی مهم است و تنها کمک شما این است. و در آخر یک صلوات به پیامبر میفرستیم تا ویدیوهای دیگر. خدا نگهدار شما.